صدها مجاهد собиқ روز 29 ایون در یک جماعت در ناحیه غربند ولایت کوپیسوی افغانستان ابراز داشتند که حاضرند به مقابل طالبان قیام کنند. دوست محمد سولنگی 55 ساله میگوید او و همپیمانهایش سلاح به دست گرفته به کوه برآمدند تا از ورود طالبان به این ناحیه پیشگیری نمایند. ما به این آرزو نیستیم که کسی از برادران ما کشته شود، ولی اگر بالای ما جنگ تحمیل کنند، اگر به واقعیت بالای ما ظلم کنند، اگر به واقعیت به مردم دستاندازی کنند، مثل که در دوشی دستاندازی کردند به سیاست مردم، به اموال مردم، به ناموس مردم، به دختر مردم، اگر به این سیستم طالبان پیش برود، به هیچ عنوان حتی فرد حتی 7 ساله‌ای بچه ما باشه مسلمش و در مقابلش استادگری میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا دعوای اسلامی و دعوای انسانی و مجاهدت ندارن، اینا یک دعوای تحمیلی دارند. روزهای اخیر طالبان یکیدن مناطق شمال افغانستان را تحت کنترل درآوردند. در جنگ‌های ولایت شمالی قندوز هفته روان کمش 28 فرد ملکی به هلاکت رسیده، بیش از 290 کسی دیگر زخم برداشتند. سر از آغاز می بیرونشوی نیروهای بین‌المللی از افغانستان شروع شده. طبق نقشه تا 11 سپتامبر افسر و سربازان آمریکایی از این کشور خارج خواهند شد. فرمانده محلی ارتش افغانستان در ناحیه غربند میگوید دستگیری مردم برای تامین امنیت مهم می باشد. برادرای و کسی که از پشت سر خط ایستاده خیزش مردمی است، بعضی وکیل صاحبای ما است که با ما به حساب و انگیزه میته و ملت ما در و پالی ما است. پیام ممی است که دائم همچین ما را حمایت کنه. اگر بدون حمایت ملت ما و هیچ گونه اردوی ما پیشرفت نمیکنه. فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان از خطر سرزدن جنگ داخلی در این کشور هشدار داد. گنرال اسکات میلر همزمان تاکید کرد که طرفهای جنگ در افغانستان باید روی حل سیاسی را بجویند و خشونت را کاهش بدهند.